بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان با تشبث کلوب دوندگان تاجیکستان دفتیجی و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در شهر خوجند اولترادوی بین المللی بکیارد اولترا تاجیکستان برگزار شد. در مراسم افتتاح چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت راهاندازی گردیدن این اقدام را سریع ارزیابی کرده تاکید نمودند که سال از سال توجه ساکنان به دویدن بیشتر می‌گردد، زیرا این نمود ورزش به سلامتی فایده زیاد دارد. ما این دور رو با مقصد رشد ورزش، رشد حیات سالم در تاجیکستان تشکیل نمودیم. زیاده از 9-10 دولت جهان اینجا نمایندگان اشتراک دارند. مقدار اشتراکچیان بیش از 150 نفر هستند. ما خیلی خرسند هستیم که شاد هستیم که ما این رو در شهر بوستانی خوجند گذرانده ایستادیم. به خاطر اینکه ما می‌خواهیم دو اینجا رشد یابد، سیاحی، توریسم اینچنین رشد یابد. به همین خاطر ما امید داریم که تمام دوندگان ما از این دو لحظه میبرند. دوی ما همین گونه است که بکیارد، یعنی که فرمتی بکیارد چی است؟ فرمتی بکیارد در یک ساعت هر یک دونده باید 6.7 کیلومتر رو انجام دهد. اگر در یک ساعت نتوانست به مرا رسد، اون دونده از بازی میبراید. دوی ما تا اون لحظه دوام میکند که تنها یک دونده بماند، یعنی از 150 نفر یک دونده خودی تنها باید همین دور رو تمام کند. مسابقه از باغ فرهنگی و استراحتی کمال خوجندی آغاز گردیده اشتراکچیان مسئول بودند در یک ساعت مسافه 6.7 کیلومتر را طی نموده به مرحله نوبتی آماده شوند. خط سیر دو از باغ کمال خوجندی توسط خیابان رحمان نبیوف، پل جشنی، کوچه سیردریا باز تا باغ کمال خوجندی را تشکیل میداد. شما دویدن ببینید دو حالت دویدن داره. یک سری آدم ها میان میدون برای اینکه اول بشن، برای اینکه چمپیون بشن، برای اینکه قهرمان بشن. اما در زندگی انسان ها دویدن عین زندگیه. دویدن عین زندگی. ما در زندگی با چالش های زیادی مواجه میشیم. زندگی سختی های زیاد داره، بالا پایین زیاد داره. ولی وقتی شما میای میدوی، دویدن به تو یاد میده که یه جایی توی شیب میری بالا سخت میشه دویدن، یه جایی میای پایینتر آروم میشه دویدن، راحتتر میشه دویدن. بنابراین زندگی هیچ وقت همیشه سخت نیست، هیچ وقت هم همیشه راحت نیست. این رو در دویدن به ما یاد میده. و برای ما دونده های آماتور این هست که ما میدویم برای زندگیمون، میدویم برای قلبمون، میدویم که دوباره ذهنمون رو، مایندستمون رو تنظیم کنیم، ساعت ذهنمون رو، ساعت قلبمون رو با بدنمون و روحمون تنظیم کنیم. در مسابقه 150 نفر اشتراکچی از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان، کانادا، فدراسیون روسیه و ایران اشتراک نمودند. اشتراکچیان مسابقه برگزاری این چهاربینی را در مستحکم شوی علاقه دوستی، رشد و عمومیت ورزش و سیاحی و ترغیب طرز حیاتی سالم مفید ارزیابی کردند. مسابقه مذکور در مجموع 24 ساعت دوام یافته. سرگئی شولدین ورزشکار فدراسیون روسیه 21 دور 141 کیلومتر دویده صاحب جای سوم شد. فرخ قربانبویف 23 دور در مسافه 154 کیلومتر دویده جای دوم را صاحب گردید. مقام اول نصیب ورزشکار کشور ما احرار قاسمی گردید. او توانست 24 دور در مسافه 161 کیلومتر دویده و چهاربینی خاتمه گذارد. غالبان و جایزه‌داران مسابقه با مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. بخشیده به گرامی داشت خاطر شهیدالله یوسف دونده مشهور تاجیک در شهر پنجکن مسابقه جمهوری عاید به دویدن برگزار شد. در مراسم کشاده شوی چهاربینی قید گردید که در زمان صاحب استقلالی با دستگیری و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان ورزش رشد و نمو یافته. امروز ورزشکاران ما در چهاربینی‌های با نفوذ ورزشی غالب می‌شوند و آبروی و پرچم کشور عزیزمان را بالا می‌بردارند. در این ردیف در تمام منطقه‌های کشور برای مشغول شدن به مشق و تمرین و مسابقه ها شرایط های موجوده مهیا شدند. برگزار نمودن چنین مسابقه جمهوری امکانیت میدهد که نمود ورزش دویدن نیز در شهر پنجکن رواج یابد. باعث افتخار و سرفرازی است که با تشبث و دستگیری اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام علی رحمان در کشور ما سال به سال دوره به دوره ساحه ورزش رشد نموده ایستاده است. از جمله در ساحه ورزش سبک سالهای دراز است که چهاربینی‌ها در سطح جمهوری می‌گذرد با مقصد آن که در بین مردم کشور از جمله در شهر ناحیه‌های گوناگون کشور چهره‌های نو آماده گردند، چهره‌های نو شناخته شوند و آنها روی کار بیایند. اشتراکچیان مسابقه در مسافه‌های 4، 8 و 10 کیلومتر بین سه گروه مهارت سنجی کردند. هر یک ورزشکار با نشان دادن ملکه خود در گروهی با قید گرفته‌اش در مسافه‌های ذکر شده کوشش نمود پیش‌صفی را از دست ندهد.
این مسابقه تحت نظارت جدی متخصصان فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان طبق طلبات‌های جهانی برگزار گشت. اشتراکچیان با شماره‌های مخصوص دویدند و این امکانیت داد حکمان به مشکلی غالبان را معین نمایند. مسابقه در سطح خوب تشکیلی جریان گرفته، بهترین ها در مدت کوتاه از دیگران پیشتر مسافه های ذکر شده را طی نموده صاحب مقام های فخری شدند. من طول 8 سال است که در این رشته ورزش اشتراک میکنم و من که خودم از زادگاه استاد شهیدالله عیسایف می باشم. در این مسابقه که امروز تشکیل کردند شرکت ورزیدم و سزاوار جای اول گشتم و میخواهم که باز در مسابقه های می اومده شرکت ورزم، بیرق جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی جمهوریوی با مدال افتخارنامه و تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند.